همسایه؟ اوه بیام همه هوا هم که گرمه میگوید خربزی خنکک باشه بخری خوشه یا خوب که خنکک باشه نمیخری بس کردم اینه بس کردم همسایه السلام علیکم همه که پای خنکت نموندیده همسایه ناز بیا چینجی کی؟ شکر رحمت همه که مهمان اومد باید یادم که بیزیر نکه آخی حمید خانم چی گفتم نمیاد خربزی خنکک باشه بخری خوش اکه بیا که میزنم تاخی باز کردم همسایه خیلی مبارک شما اینو توی هم کردیدن توی اینو بده گفتم یه خبر گیرم ده رحمت سوزی رحمت جورا زندگی ها چیه؟ جورا او بخت آمد کرد تو این اثباتی سخنوی من این نگاه کرد همه جا تازه و آزاده همه جا این نگاه کرد چای گرم چای خنک دیدیشم این همین سحر ای خوب میخزم که الکای دسترخوان پرتوفتگی همین میخورم میشم همین باید بخزم ای پی یک کارمشم همون کاری که من کردنیو میرم میبینم الکای کردگی هم کی کرده کیرا؟ ینگت خدا دادی ای اکا جورا این همه خودت میدونی که من یک آدمی زمین دارم هر سال پخته میکارم گندم میکارم الکا این زمین پخته میسون پخته من زمین شدگار نکردم جورا این همین ینگر زمین خودش دستی پوبل کرد دستی پوبل کرد پخته را کارید پخته را غون داشت سپرید من این همش پایه پخته کو پایه پخته همون رو جمع کرده درزه بسته آورده در خونه تل زده مون ذخیره برای زمستان اور راحتی بره در خونه که نمیگی اینه در گرمی هم اینه محصولی الان پایه اینه مرحمت کنید بگیر بشکن دیگه جوره مایل ای پخته زمینی گندم نو پخت وقتی درو شده همه در فکری کمباین زده بودم که کی من کمباین تیرو کنم یک دم نگاه میکنم گندم در میده کوفته باد کرده که یک طرف گندم یک طرف جوره آخه اینه همه کار بود هم کی کده میره؟ او ینگت اینه اثباتی سخنهای من اثباتی سخنهای من همسایه؟ بخت آمد کرده دیگه همسایه لبه همین خدا زن گرفتی؟ یا ترکتور؟